یک برادر دیگر سوال داده است که چرا شما همه مخالفین فعال از همه شهرهای تاجیکستان نام میبرید؟ مثلا شهرهای نریکولوب، شما را انتظار، همه شما اگر خیزه دیگر همه حل و فصل میشود، یا اینکه پامیر یا خوجند و غیره ها، ولی نام شهر وحدت سابق شهر ارجونیکی زیاباد نام نمیبرید. چه وحدت مگر مرد ندارد یا اینکه ما در حساب نمیداریم؟ فکر میکنم فقط شهر وحدت از خاطره شما اگر به قدرت آمدید فراموش میشود. تاریخ پیشتره شهر وحدت را هم یک ورق زده بینید. برادر عزیز، حالا نام در اینجا حالا مستعار هست، هر کی باشه سلامت باشه. بسیار سوال خوب گذاشتید. شما مطمئن باشید که مردم وحدت فراموش نشده است. حالا شما گفته سابق ارجنیکیزآباد، سابق ینگ بازار، سابق اندگان و این یا کافرنیهان نام های گوناگون داشت. در همین 20-30 سال آخر هر کسی به سر قدرت آمد با مردم این منطقه، با مردم کافرنیهان بازی کرد. هر کی چه خیلی که دلش میخواد نام را عوض میکند. بلشویکا آمدن، یک وقت اونجا یک قسم اهالی ینگ ترک زبان ها بودن، مثلا در دهه های مثل کالخوز کمونیسم سابق، اناتروش و اون منطقه ها، چیلمزار، اونجا مردم ترک زبان هستند. در کالخوز کریم اسماعیل، در منطقه چیرتگ و غیره هستند اهالی ترک زبان و اون منطقه را ینگ بازار نام کرده بودند در سالهای شاید بخارا، به معنای بازاری نو که در اونجا یک بازار بود. بعد بلشویکا آمدن ارجنیکیزآباد نام کردن. حکومت ملی و مردمی آمد و خاطر دریای کافرنیهان و یکی از دهه های کلان این منطقه، دهه کافرنیهان و اون کوه قبر کافر بچه، یعنی این نام در اونجا معروف است، نام ناحیه را کافرنیهان ماندن. باز این امام علی رحمه الله آمد یک شعار وحدت، یعنی خیلی که تمام تاجیکستان را با شعار پر کرده است. نام ها استقلال، وحدت، برابری، دوستی. یعنی من تنها در تاجیکستان و در زمان بلشویکا بود که شعار نام یک شهر و منطقه می شود. در یگان گوشه دنیا دیگر شما این را نمی بینید. ولی خب دیگر تاجیکستان است، امام علی رحمان است، دیگر اون هر چی در ذهنش آمد میگیرد، وحدت را از بین میبرد. با همین مردم وحدت کرده بود، صلح کرده بود، اینها را باز وحدت را از بین برد، ولی نام یک ناحیه را ماند وحدت، خود وحدت را از بین برد. دوستی نام میموند، دوستی را از بین میبرد و یک شعار را میکند، نام یک منطقه. استقلالیت، اصلا استقلالیت ندارد تاجیکستان. گاه زیر تابعیت مسکو، گاه پکین، خیتای، گاه یک جای دیگر دستنگری هم است. اما نام استقلال از نقب استقلال سر کرده تا جماعت ها و دهه ها و کلخاز و کوچه ها همه استقلال، همه جا پر استقلال بغیر از خود استقلالیت که در کشور وجود ندارد. همه جا پر وحدت بغیر از خود وحدت که وحدت واقعی وجود ندارد. همه جا پر از دوستی، برادری، عدالت، ولی نه هر چقدر که امام علی رحمان بیشتر ناماند همون قدر بدانید که همون مسئله، همون پدیده در کشور نیست. اما خیلی دور نرویم از موضوع. ببینید مردم شریف وحدت، مردم جسور وحدت هیچگاه فراموش نخواهد شد. حداقل برای من خودم تحصیل کرده شهر وحدت هستم. تکنیکوم استاتستیکی شهر ارجنیکیزآباد را ختم کردم. کوچه های وحدت را میدونم، دهه های وحدت را میدونم، در اونجا زندگی کردم. دهه‌ای که من تولد شدم، دهه قسمدره، همگی 15 کیلومتر از مرکز شهر وحدت فاصله دارد. سالی که من تولد شدم دهه ما در حیات شهر وحدت بود. بعد در سالهای بعدی او را به ناحیه فیض‌آباد دادن. یعنی این یک مردم است. چگونه ما میتوانیم شهر وحدت، مردم وحدت را فراموش کنیم؟ با خصوص که مردم جسور و تندرست و دلیر وحدت در سالهای اول استقلالیت، برای آزادی، برای استقلالیت، برای ارزش‌های ملی ما چقدر زحمت کشیدن، شهید دادن، چقدر عذاب کشیدن، چقدر مورد فشار قرار گرفتن. تا امروز هم نگاه امام علی رحمان به مردم وحدت نگاه به یک بیگانه هست. وگرنه چرا از خود مردم وحدت که اینقدر کادرها، اینقدر انسان‌های
تحصیل کرده دانشمند دارد، یک نفر را رئیس شهر وحدت نمیموند. یک هم خویش و تبار و دوست خودش را که استفره را غارت کرد آورد در شهر وحدت مون که نصف شهر وحدت را فروخت است، غارت کرد و یعنی تمام مقامات پلیس و اینها را هم امنیت را هم از اطرافیان خود می‌آورد. برای چی؟ برای آنکه می‌داند که مردم شهر وحدت مردم جسور و دلیر هستند، آزاد دوست هستند و عدالت خواه هستند و اگر که یک نفر را از مردم محلی انتخاب کرد میتواند یک نفر را یک چاپلوس دیگر را انتخاب کنند، مثل همون یک تا انور ویسیدین بود که بود. یعنی این خیلی وحدتی هم وجود دارد که اون اگر در سر قدرت بیاد از یک مردم بیگانه هم چاپلوستر می شود و ظلم بیشتر میکند، اما یک وحدتی وطن دوست ملت دوست را هیچگاه تعیین نخواهد کرد. همچنان که یک دنغرگی وطن دوست را تعیین نمیکند، یک کلابی یک خوجندی وطن دوست را نه در کلاب نه در دنغره نه در خوجند نه در بدخشان تعیین نمیکند. حتی اگر در بدخشان هم یک نفر را از خود مردم بدخشان هم تعیین کند، یک نفر تعیین میکند که از خط کشیده اونها بیرون نمیبرد. بنابراین برادر عزیز مطمئن باشید که مردم وحدت فراموش نخواهد شد. فقط یک چیز را بگویم که مردم وحدت یک ویژگی دارد. با فرق از بسیار از منطقه‌های دیگری تاجیکستان، واقعا مردم وحدت مردم محلچی نیستند. یعنی این روحیه محلچگی متاسفانه در اکثر منطقه‌های تاجیکستان هست، رشد کرده است و شاید که تا یک مدت دیگر ماند اگر ما مبارزه نبریم زیدیان. اما برد مردم وحدت، ویژگی و امتیاز مردم وحدت همین است که این مردم محلچی نیست. برای آنکه در شهر وحدت قوم‌ها و مردم تمام منطقه‌های تاجیکستان زندگی میکنند. در آنجا شما مردم رامیت هم هست، فیض‌آبادی‌ها هستند، مردم ترک زبان هست، ارگوتی‌ها هستند، روس زبان‌ها وجود داشتند، کلابی‌ها هستند و شهر وحدت یک گذرگاه، یک منطقه رفت آمد بین کلاب و دوشنبه بود، بین فیض‌آباد و دوشنبه، غرب، بدخشان. یعنی وحدت و وحدتی ها نمیتوانند محلچی باشند. این صفت خوب وحدتی ها متاسفانه گاه بر ضرر خودشان هم انجام می شود که دیگر هر کسی که بخواهد بیاید از این مهمان نوازی و از این وطن دوستی و محلچی نبودن وحدتی ها سوء استفاده میکند و بر ضرر مردم وحدت انجام می شود. اما انشاءالله امیدوارم که این در آینده اصلاح خواهد شد و مردم وحدت به حق حلال خود خواهد رسید و مطمئن باشد که ما شما را هیچگاه در صحبت‌هایمان، در فکرهایمان فراموش نخواهیم کرد. سلامت باشی برادر عزیز.